سلام دوستان، سروش تکیه، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به دومین قسمت از 3 قسمت ویژه نوروزی. اول از همه سالتون مبارک. حالا درسته که یک مقداری از سال جدید گذشته، ولی خب به هر حال و همونجور که از تایتل ویدیو خوندین، امروز اومدیم که با یک کامپیوتر قدیمی که شاید تو خونه داشته باشین یک پروژه جالب انجام بدیم و اون هم تبدیل کردنش به یک هوم سرور هست. اگر نمیدونید هوم سرور چیه یا میخواید اطلاعات بیشتری در موردش داشته باشید، من یک ویدیو اختصاصی در مورد هوم سرورها پارسال درست کردم و اگر دوست دارید میتونید اون ویدیو رو ببینید که لینکش باید اینجا بیاد و اونجا خیلی کامل من همه چی رو قشنگ توضیح دادم. توی این ویدیو خیلی نمیخوام بپردازم به اینکه دقیقاً هوم سرور چیه، ولی خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، خب اسمش روشه دیگه، هوم سرور. یعنی شما یک سروری که خودتون در خونه دارید و میتونید مثلا ازش استفاده کنید برای هست کردن سرورهای بازی ها، مثل درست کردن یک سرور ماینکرافت برای خودتون یا دوستاتون، یا مثلا گذاشتن یه دونه سرویس اد بلاکر روش که بهتون اجازه میده توی کل خونه هر جا که وای فای وصل میشید تبلیغاتی نداشته باشید. و توی این ویدیو من امروز قراره که بیام و 3 تا کار رو با هوم سرور انجام بدم. اولیش اینه که میخوام یک سرور ماینکرافت راه بندازم و ببینم که عملکردش چجوریه. دوم از اون میخوام که یک سرور مدیا درست کنم که شما از طریق تلویزیونتون یا یک وب براوزر بتونید به یک آرشیوی از ویدیوها، فیلم‌ها یا عکس‌های شخصیتون دسترسی داشته باشید و اونا رو بتونید از هر جای روی شبکه داخلی خونتون نگاه بکنید. و سومی هم این که میخوام یه دونه نس کوچیک درست بکنم که شما بتونید از روی کامپیوترتون بهش دسترسی داشته باشین و بتونید به عنوان مثلا یک مکان برای بکاپ کردن دیتاتون ازش استفاده بکنید. یک ویدیو من قبلا در مورد نس ها درست کردم و حرفه‌ای با استفاده از پلتفرم ترونس اومدم به یک سرور نس درست کردم. ما امروز قرار نیست از ترونس استفاده بکنیم و واسه همین یک نس میتونم بگم آماتور مانندی درست خواهیم کرد. اگر دنبال این هستید که مثلا یک نس حرفه‌ای درست کنید، اون ویدیوی تو چنل رو هم میتونید برید نگاه کنید که الان اینجا باید دوباره لینکش بیاد. و خب با این 3 تا ویدیو، یعنی این ویدیو و اون 2 تا دیگه، میتونید یک تصویر خیلی خوبی از هوم سرورها داشته باشید. اما اولین کار اینه که بریم و کامپیوترهایی که میتونیم استفاده کنیم رو نگاه بکنیم بهش. خیلی از شما حدس میزنم که میخوان کامپیوتر قبلیمیشون رو استفاده کنن، اما ممکنه یه سری افراد دیگه هم باشن که بخوان برن برای یک همچین کاری اصلا یک کامپیوتر قدیمی بخرن و شاید این سوال رو بپرسن که خب چه کامپیوتری خوبه که ما بخریم که هم عملکرد خوبی داشته باشه، هم قیمتش خوب باشه و هم با هزینه کم بشه ارتقاش داد و البته مصرف برق پایینی هم داشته باشه. و اول از همه قراره که بریم به اون نگاه بکنیم. طبق تجربه میتونم بگم که اپتیپلکس های دل بهترین سری کامپیوترها برای تبدیل کردن به هوم سرور هستن و اگر دنبال مدل دقیقی هستید، به نظر من سری 7010 از همه بهتره و عملکرد خیلی خوبی رو داره. البته بغیر از اون میتونید از تین کلاینت هم استفاده کنید، مثل این اپتیپلکس 5090 که ما امروز قرار پروژه هوم سرورمون رو با این اپتیپلکس 5090 ادامه بدیم. حالا وقتشه که یک نگاه به دوست کوچولومون داشته باشیم. این اپتیپلکس 5090 نمونه بارز فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه هست. سی پی یو این دستگاه کورای 3 100 تی هستش که مال نسل 10 اینتل هست و شما میتونید توی این دستگاه پردازنده‌های خیلی قوی تری هم قرار بدید. البته باید ببینید که آیا سیستم خنک‌کاریش کفاف میده یا نه. بغیر از اون من 16 گیگابایت رم DDR4 2400 مگاهرتز توش گذاشتم که البته شما سرعت‌های بیشتر میتونید توش بذارید، ولی خب خیلی گرون‌تر میشه و عملکردش هم اونقدر افزایش پیدا نمیکنه. بغیر از این من قراره یه دونه هارد درایو 500 توش بذارم. این سیستم یک مقداری اوورکیل هستش، ولی خب از اونجا یک پردازنده ضعیف داره، عملکردش با یک میان رده و پرچمدار قدیمی تر یکیه. نکتهش اینه که فقط شما اون 4 هسته و 8 رشته در نظر داشته باشید و از بقیه جهات سیستمتون خوب خواهد بود. حالا که کامپیوترتون آماده است، وقتشه بریم ببینیم دیگه چه چیزایی لازم داریم تا بتونیم پروژه رو استارت بزنیم. اول از همه شما کامپیوترتون لازم دارین که خب ما از قبل آماده کردیم.
در کنار کامپیوترتون شما نیاز به یک مانیتور هم دارید. البته این فقط برای اول کاره و زمانی که سرور ستاپش آماده بشه بدون استفاده از مانیتور هم سرورتون میتونه کار بکنه. من از این مانیتور قدیمی که دارم میخوام استفاده کنم. و در کنارش هم یک مش کابل لازم دارید و آداپتور که کامپیوترتون رو به مانیتورتون وصل کنین. من با احمقانه ترین روش ممکن و با استفاده از 3 تا آداپتور مختلف میخوام این کامپیوتر به این مانیتور وصل بکنم. به غیر از اون شما نیاز به یک مودم هم دارید که خب برای خیلی همون روتر خونهشون میتونه باشه. اگر هم میخواید میتونید از یک مودم جدا استفاده کنید که این سرور مخصوص خودتون بشه. به غیر از اون هم نیاز به یه دونه بوت استیک لینوکس دارین و البته یک کابل ایترنت و شاید چون اسم لینوکس رو شنیده باشید بگید یا حضرت عباس، اما نگران نباشید، همه رو قرار بهتون توضیح بدم. خیلی ساده و بدون مشکل میتونیم بریم که کارمون رو انجام بدیم. این هم از بوتستیک لینوکسمون. اما اول از همه باید بریم این بوتستیک رو آماده کنیم. پس مرحله اول میشه آماده کردن این بوتستیک. حالا برای آماده کردن بوتستیک لینوکس ما نیاز داریم که بیایم روی کامپیوترمون و بریم به وبسایت اوبونتو و اوبونتو سرور رو نصب کنید. شما برای جستجو کافیه سرچ بکنید اوبونتو سرور و همین وبسایت اولی مال خود اوبونتو ubuntu.com میتونید وارد get اوبونتو سرور بشید و واردش بشید. نسخه 24 LTS هست و نسخه قدیمی‌ترش هم هست و من پیشنهاد میگم که اگر کامپیوترتون قدیمی هست با نسخه های قدیمی‌تر کار بکنید. مثلا نسخه 22 LTS و دیگه حداقلش هم 20 LTS اگه کامپیوترتون اونقدر نمیکشه. و من از قبل دانلود کردم یک ورژن اوبونتو سرور رو اینجا توی پوشه ISO هم دارمش. همونجور که میبینید ایناشتش اوبونتوی 22.04 رو 22 LTS رو من استفاده میکنم و تا الان همش از این استفاده کردم و میتونم میگم که واقعا به خوبی کار میکنه. بعد از اون باید برید سراغ USB تون و این USB منه. یه فرمتش باید بکنید، ترجیحاً بذارید FAT32 و اسمش هم هر چی دلتون خواست بذارید و یه کویک فرمت روش انجام بدید. بعد اینکه کویک فرمتتون انجام شد شما نیاز به برنامه روفوس دارید که من اینجا نصبش دارم و شما میتونید برنامه روفوس رو از خود وبسایت روفوس هم دانلود بکنید. برای این کار کافیه که روفوس رو جستجو بکنید و توی همین وبسایت اولی rufus.ie روفوس رو با توجه به سیستم عاملتون و آرشیتکچر ویندوز انتخاب بکنید. من خودم روفوس رو پیشنهاد میکنم. از روش های دیگه هم میتونید استفاده کنید، مثلا اتچر هم میشه استفاده کرد، ولی برای لینوکس بهتر به نظر من روفوسه. بعد که وارد روفوس شدید روی این قسمت دیسک و ISO ایمیج میبینید که اینجا قسمت دیسک و ISO ایمیج هست. اینجا دکمه سلکت رو میزنید و میرید دنبال اون درایوی که دنبال اون ایمیجی که دانلود کردید. همونجور که میبینید اینجا اوبونتو سرور رو من اینجا دارم. این فایل رو هم من براتون توی تلگرام میذارم، این ISO رو، که اگر فکر میکنید تو تلگرام میشه سریعتر دانلودش کرد از تو تلگرام دانلودش کنید و لینک تلگرام هم توی دیسکریپشن هست، میتونید اونجا برید و از پروژه های جدید ویدیوی جدید هم مطلع باشید. بعد از اون هم روی دکمه استارت میزنید، بعد میگه که روی حالت ISO نوشته بشه یا روی حالت DD. اگر حالت ISO جواب نداد براتون یک بار دیگه همین کارها رو انجام بدید ولی از فرمت DD استفاده بکنید. بعدم دکمه اوکی رو میزنید، یه اوکی دیگه هم بهش میدید و یه دونه یس هم میزنید و صبر میکنید که کارش رو انجام بده. خیلی خوب، حالا که کار روفوس تموم شد شما کافیه رو دکمه کلوز بزنید و روفوس خودش به صورت اتوماتیک
کارهایی که لازم بوده رو باید انجام داده باشه. همونجور که میبینید توی قسمت دیسک PC این دیسک اوبونتو سرو میبینید که تمام فایل ها اینجا هست و شما کار دیگه لازم نیست بکنید. حالا وقتشه بریم دوباره سر کامپیوترمون و ستاپمون رو برای اولین بوت و آماده سازی های اولیه آماده بکنیم. خیلی خوب، شما زمانی که همه چیز رو آماده کرده باشید باید به یک همچین چیزی برسید. یه نکته که من فراموش کردم این بود که یک کیبورد هم شما لازم دارید ولی نیازی به موس نیست. همه چیز رو که وصل کردید مطمئن بشید که کامپیوترتون رو به مودمتون از طریق کابل ایترنت وصل کرده باشید و بعد همه چی درست خواهد بود. بعد از اون باید برید و USB تون رو به دستگاه وصل بکنید و با پروسه نصب رو استارت بزنید. کامپیوتر رو روشن کنید. بریم الان سراغ آقای مانیتور. و همونجور که می‌بینید خیلی سریع این منو اومد و بزنید try or install ubuntu server. خیلی از چیزهایی که ما اینجا میخوایم انجام بدیم کامند و پرامپت بیس خواهد بود و ممکنه یک مقداری سخت به نظر برسه ولی در واقع سخت نیست، خیلی هم آسونه کار کردن باهاش. حالا صبر کنید تا این کارهای اولیش رو انجام بده. خیلی خوب، زمانی که به این صفحه رسیدید شما اول از همه باید یک زبان بیاید انتخاب بکنید، همونجور که میبینید در این قسمت، و من همون زبان انگلیسی رو میزنم و بعد به شما که یک ورژن جدید موجوده در این قسمت پایینی شما میزنید که continue without updating و بعد هم ازتون میخواد که نوع کیبوردتون رو انتخاب کنید. مثلا من اینجا کلی ترش بکنم، ازتون میخواد که اینجا نوع کیبوردتون رو انتخاب بکنید. من خب از اونجایی که لیاوت آلمانیه میذارم روی لیاوت جرمن و بعدم روی دان میزنید. حالا اینجا یک نکته مهمیه، شما این گزینه اوبونتو سرور رو میزنید و بعد میزنید دان و اینجا خیلی مهمه یه کاغذ بیارید و این آی پی آدرسی که اینجا نوشته شده رو روش یادداشت بکنید. این آی پی آدرس ممکن در آینده تغییر بکنه. شما یه کاری که میتونید بکنید اینه که تو تنظیمات روترتون بیاد این آی پی آدرس رو بگید فقط برای این دستگاه استفاده بشه، ولی خب من این کار رو انجام نخواهم داد امروز و این آی پی آدرس رو برای خودتون یادداشت بکنید چون خیلی مهمه، بعداً نیازمون میشه. بعد اینکه این کار کردید روی دان بزنید و پروکسی آدرس میتونید بدید، ما کاری نداریم باهاش. یه دونه دان دیگه میزنیم و صبر میکنید که اینجا دوباره کارهاش رو انجام بده. خیلی خب، بعد دوباره روی دان میزنید و اینجا میایم به قسمت فرمت کردن دیسک. شما گزینه یوز انتایر دیسک رو اون بالا تیکش رو میزنید و بعد میاد پایین و دوباره روی دان کلیک میکنید و اینجا همچنین بهتون قشنگ نشون داده. دوباره یه دونه دان میزنید و یه دونه کانتینیو. حالا اینجا دوباره یک قسمت مهمه، شما اسمتون رو وارد کنید، حالا هرچی که میخواید باشه. اسم سرور رو وارد کنید، من میذارم سرور و اینجا خیلی قسمت مهمه، یوزرنیم و یک یوزرنیم و پسورد انتخاب کنید که هیچ وقت یادتون نره یا حالا یه جای یادداشتش بکنید، چون شما اگر این یوزرنیم و پسورد رو از دست بدید دیگه به کنسول این نمیتونید دسترسی داشته باشید به صورت مستقیم. و من همون یوزرنیم سروش رو میذارم و پسوردم رو هم یه چیزی در نظر میگیرم
و پسورد رو هم دوباره باید کانفرم کنیم و روی دان بزنید. اینجا هم دوباره اسکیپ کنید، اوبونتو پرو رو لازم نداریم. کانتینیو و اینجا تیک اوپن SSH سرور رو بزنید چون این به دردمون میخوره و بعد بزنید دان. حالا از این قسمت شما اگر بخواید که من پیشنهاد هم میدم داکر رو نصب بکنید. ببینید اینجا که نوشته داکر، برید روش یه انتر بزنید و یه انتر دیگه بزنید نسخه استیبل و این پایین کلوز. و بغیر از این پلتفرم های دیگه مثل نکست کلاود و اینا رو میتونید نصب بکنید، ولی داکر به نظر من از همش مهمتر و تنها چیزی هم هست که ما لازم داریم. بعد دان رو بزنید و منتظر باشید تا اینجا دوباره نصب شدن چیزها انجام بشه. خیلی خوب، نصب تموم شد. بیاید توی این قسمت پایینی بزنید cancel update and reboot، چون آپدیت خیلی لازم نداریم الان، آپدیتش رو بعداً انجام میدیم و صبر کنید تا دوباره کارش رو انجام بده. 2000 years later. خیلی خوب، اینجا حالا USB تون رو در بیارید و دکمه انتر رو بزنید و منتظر ریبوت باشید. خیلی خوب، به این صفحه که رسیدید دوباره باید لوگین بکنید. پس یوزرنیمی که در نظر گرفتید رو وارد کنید، انتر رو بزنید و این فقط با اولین اتفاق میفته با این چیزایی که الان اومد. و پسوردتون رو هم دوباره خب سرور لوگین سروش انتر و پسوردتون رو هم اون چیزی که بود بزنید. نشون داده نمیشه ولی قبول میشه. وقتی که همه چیز زدید میبینید که اینجا یک سری اطلاعات حیاتی نشون داده میشه، مثلا اینکه الان چقدر از هارد استفاده شده، دمای CPU چقدره و چه مقدار پروسس وجود داره. علاوه اینکه IPv4 هم به شما نشون داده میشه، این آدرس IPv4 که ما این رو تا چند لحظه دیگه لازم داریم. یه انتر دیگه بزنید تا یه دونه از این بیلبیلک ها براتون بیاد و بعد بنویسید سودو، یه دونه علامت فاصله طور بذارید و بنویسید apt و update و انتر رو بزنید. sudo apt update ببخشید اون بیلبیلک رو نباید بزنید و پسوردتون رو دوباره وارد کنید و انتر رو بزنید و الان همه آپدیت هایی که لازم باشه رو میگرده پیدا میکنه و اول از همه نصبشون میکنه و این میتونه یه مقدار طول بکشه با توجه به سرعت اینترنتتون و باید فعلا منتظر بمونید. حالا که کارش تموم شد میبینیم که نوشته 70 تا پکیج میتونه ارتقا داده بشه. حالا میتونید بزنید sudo space apt و upgrade و انتر رو میزنید و کار شروع میشه و میپرسه که میخواید اینو آپگرید بشه یا نه. یه دونه ایگرگ میزنید و انتر تا همه کارها رو اینجا انجام بده. اگر هم حالا از خود این ویدیو نمیتونید بفهمید چیزها رو یه مقداری سخته، اونجا خودش همه رو به تکست توضیح میده و اونجا هم میتونید همه چی به انگلیسی دنبال کنید و بخونید. حالا دوباره باید یک مقداری منتظر باشید تا همه چیز آپدیت بشه و پروگرسش هم این پایین بهتون نشون داده میشه. خیلی خب، با این صفحه بنفشه که مواجه شدید یک انتر بزنید. من اینو تو ویدیو نگرفتم. یه انتر بزنید و بعد این پایین دوباره یه انتر دیگه بزنید تا از اون چیزا بیاد. بعد بنویسید sudo space reboot و انتر رو بزنید و منتظر بمونید تا سیستم دوباره بیاد بالا. خیلی خب، به این صفحه که دوباره رسیدید یه دونه انتر بزنید و بنویسید سرور لوگینتون دوباره بزنید، سروش یوزرنیم من بود و پسورد و یه انتر دیگه بزنید تا دوباره همه این چیزا براتون بیاد. اینجا لست لوگینتون رو نشون میده. حالا اینجا میرسیم به یک کامند یک مقدار سختی
این کامند رو من براتون تو دیسکریپشن میذارم که ببینیدش، اینجا رو صفحه هم میاد. کپیش حال نمیتونید بکنید، پس مجبورید که تایپش بکنید. خیلی خوب، 2 نسخهش هست، من هر 2 نسخه این زیر میذارم، امتحان کنید ببینید کدومش بر شما جواب میده. من از دومی استفاده میکنم، curl /fs نه curl مینویسید، خط و فاصله، یه دونه از این اسپیس ها میذارید، خط و فاصله ها fs s بزرگ و l بزرگ اسپیس https get.kazaos.io یه اسپیس، یه دونه از این خطا، یه اسپیس sudo bash و به این صفحه میرسید. اگه اون بالای کار نکرد پایینی امتحان کنید. من حالا هر دوتاشو براتون نشون دادم. حالا شاید بپرسید کازا او اس چی هستش. اگه آشنا نیستید، که البته فکر می‌کنم اونایی که این ویدیو نگاه میکنن باشن، استفاده از لینوکس خیلی سخته و واسه خیلی‌ها چالش برانگیزه، چون شما دائما باید با کامندا سر کله بزنی و هیچ محیط گرافیکی نداری. یه پروژه اوپن سورس در گیت هاب هست به اسم کازا او اس که به شما این اجازه میده به صورت گرافیکی بتونید تنظیمات سرورت رو انجام بدید. بعد اینکه کازا او اس خودش با استفاده از داکر که چندی قبل نصب کردیم میاد و میتونه به صورت اتوماتیک برای شما یک سری پکیج ها رو نصب کنه و شما دیگه لازم نیست هر بار که میخواید یک پکیج رو نصب کنید بیا یک کامند طولانی بزنید. یک سیستم اپ استور مانندی داره که خیلی کمک میکنه به اونهایی که تازه وارد هستن به لینوکس و کلا به دنیای هوم سرور و هوم لب تازه وارد هستن. و ما میخوایم تو این ویدیو هم از کازا او اس استفاده کنیم. آلترناتیو ها هم وجود دارن ولی من به نظرم کازا او اس هم از همه بهتره و از همه هم شناخته شده تر هستش. حالا سعی میکنیم که تا کازا او اس نصب بشه و میریم سراغ مرحله بعدی. خیلی خب، حالا نصب کامل شد و همونجور که میبینید اینجا دوباره آی پی بهتون میده. این معمولاً 99% مواقع همون آی پیه که خود سرور استفاده میکنه از طریق روتر. یه وقتا ممکنه فرق بکنه، من تا حالا به شخص ندیدم ولی تو داکیومنتیشن هاشون گفتن که ممکنه اتفاق بیفته. در این مرحله ما دیگه نیازی به این مانیتور نداریم، پس شما میتونید این مانیتور رو برید خاموش بکنید، سرور رو هر جایی که جاش هست بذارید و وصلش بکنید به مودمتون و حالا باید برید یه کامپیوتر دیگه بردارید بیارید و از اینجا تنظیمات و نصب کردن چیزها و اینا شروع میشه. پس بزن بریم. خیلی خوب، از اینجا به بعد شما فقط به یک براوزر نیاز دارید و من اینجا روی مک هم هستم و اولین کار اینه که ببینید به اون شبکه وصل باشید که سرورتون بهش وصل هستش. بعد از اون شما همونجور که میدید من اینجا الان وصل هستم به اون شبکه، سوشنت اسمش مال من. حالا باید اون آی پی که از قبل داده شده رو وارد کنید که 192.168.1.100 هستش و شما زمانی که انتر بزنید با این عکس زیبا و این صفحه مواجه میشید. حالا جای میزنید روی گو، یه دونه یوزرنیم و پسورد باید انتخاب کنید. این یوزرنیم و پسورد هیچ ربطی به اون یوزرنیم و پسوردهای قبلی که ما استفاده کردیم واسه ستاپ سرور نداره. من اینجا حالا از یک چیز دیگه استفاده میکنم. من اینجا یوزرنیممو میخوام بذارم سرور و پسورد رو هم همونی که میخوام وارد میکنم و دوباره کانفرمش میکنم و میزنم روی کانتینیو و میگه شما حل داداش. حالا یوزرنیمو که اینجا خودش از قبل داده، پسورد رو میزنم و بعد هم میزنم لوگین. اینجا ازتون میخواد که یه چیزی اکسپت کنید، حالا اکسپت هم نکردید مهم نیست. و الان شما وارد فضای کازا او اس شدید. همونجور که میبینید یک فضای خیلی زیبا با کلی قابلیت و اول از همه اینجا میتونید یه سری چیزها رو ببینید، مثلا سی پی یو با دماش و مصرف برقش که الان نوشته ممیز 4 وات برق مصرف میکنه که خب من به نظرم یه مقداری اشتباهه و دما هم که میبینید اونجا الان نوشته 30 و حالا 1-2 درجه.
رمتون رو هم در اون قسمت نشون میده که من 16 گیگ نصب کردم و اینجا هم اپلیکیشن هاتون رو دارید، اون اپ استور و فایلز ها. یه چیزی که ما اینجا خیلی باش سر و کار داریم تو قسمت فایل، تو قسمت روت این پوشه هوم هستش، پوشه مهمیه و بذارید اپ استورش رو هم بهتون نشون بدم. همونجور که میبینید اینجا کلی اپ های مختلف هست و ما میتونیم بیایم اینا رو نصب کنیم. از اونجایی که اولین چیزی که گفتم میخوایم نصب کنیم ماینکرافت، ما میایم و از پلاگین کرافتی استفاده میکنیم تا نصبش کنیم. شما برای نصب کردنش میرید اون قسمت اینستاله و اون دکمه کاستوم اینستال رو باید بزنید تا با این صفحه مواجه بشید. به پایین که اسکرول کنید میبینید که یه سری هوست ها اینجا هست با یه سری آدرس ها. ما از این آدرس های دیفالت نمیتونیم استفاده کنیم، پس باید بریم و آدرس خودمون رو در بیاریم. واسه همین شما باید برید تو قسمت فایلز، تو قسمت روت، قسمت هوم و این پوشه یوزر من که اینجا الان درست شده که سروش هستش، اینجا رو اون 3 نقطهش کلیک میکنید اون بالا و کپی پث رو میزنید. بعد هم میاد توی این قسمت اپ استور دوباره کرافتی رو جستجو میکنید، میرید روی اون قسمت میزنید کاستوم اینستال و دوباره اسکرول میکنید تا اون پایین و همه چیزهای جلوی سلش کرافتی رو جایگزین میکنید. زمانی که همه چی جایگزین کردید بدین شکل همه چی باید باشه و در این قسمت پایینی هم شما میتونید بیاید و مقدار رمی که میخواید این پلاگین استفاده کنه رو تنظیم کنید. من پیشنهادم اینه رو همون مکسیمومش که الان برای من 16 گیگه بذارید. البته خب اینو باید تنظیم کنید مبنا بر نیازهاتون و بعد هم دکمه اینستال رو میزنید و منتظر میشید تا کرافتی نصب بشه. اینکه چقدر این نصب کرافتی طول میکشه بستگی داره. برای من حالا تا الان هرچی نصب کردم بین مثلا 1 دقیقه تا حتی 10 دقیقه هم طول کشیده، پس فعلا باید منتظر باشید. حالا همونجور که میبینید کرافتی نصب شده در این قسمت و شما کافیه که اول از همه برید و روی این آیکون جدیدی که نصب شده کلیک بکنید. بعد از اینکه شما کلیک کردید با یک همچین صفحه مشابه میشید و اینجا نوشته اپ may not be available. اگر این اتفاق براتون افتاد الان بهتون میگم که دقیقاً چی کار کنید. اول از همه روی این دکمه آبی بزنید که نوشته کلیک here و اگر این جواب نداد تلاش کنید که چند بار صفحه رو ریفرش بکنید. اگر این کار هم جواب نداد شما باید یک بار سرویس رو شات داون بکنید و دوباره راه بندازید. اون 3 نقطه رو بزنید و بعد روی این دکمه سبز بزنید تا به تو حالت آپدیت استیت و اینجا حالا شما باید یک مقداری منتظر بمونید. حالا میبینید که سرویس خاموش شده و دوباره روی کلیک راست بزنید و الان اینجا استارتش بکنید از طریق اون 3 نقطه و منتظر بمونید و الان دوباره روش کلیک بکنید. حالا ببینید نوشته preparing for launch و شما این صفحه رو میخواید که نوشته connection is not private. show details رو بزنید و بگید با همین وجود میخوام ادامه بدم و visit وبسایت رو بزنید تا به این منو دستیابی پیدا کنید به قولن. حالا شما شاید بگید این یوزرنیم پسورد میخوان، من که اصلا یوزرنیم و پسوردی برای خودم نذاشته بودم. نگران نباشید، این همیشه همین جوریه و ما باید از یک روش دیگه بیایم و این رو درست کنیم. برگردید توی CausaOS، روی اون 3 نقطه دوباره بزنید و برید توی قسمت settings. از توی قسمت setting اون بالا برید و این قسمت بزنید ترمینال و لاگز و همونجور که میبینید اینجا صفحه باز میشه. برگردید اینجا و بزنید روی forgot password. بهتون میگه که پیام ارسال شد به ترمینال. بزنید اوکی. برگردید تو CausaOS و برید توی قسمت لاگز. همونجور که میبینید اینجا بهتون یه دونه یوزرنیم و یه دونه پسورد خیلی طولانی داده. این یوزرنیم رو کپی بکنید در مرحله اول، بیاید توی کرافتی و پیستش بکنید. بعد برگردید اونجا و دوباره این بار پسوردتون رو کپی کنید و اینجا پیستش بکنید و روی لاگین بزنید. همونجور که میبینید با این صفحه قرمز خونی مواجه میشید که البته نگران نباشید همیشه اینجوری نیست. حالا از این قسمت روی اون گزینه قفله کلیک بکنید همونجور که میبینید و اون گزینه برای عوض کردن پسورد ادمین هستش.
شما اول از همه روی این گزینه کلیک میکنید و بعد یک منوی جدیدی براتون باز میشه که اینجا ازتون میخواد یک پسورد جدید انتخاب کنید و بعد کانفرمش کنید. یک پسورد دلخواه انتخاب بکنید و دوباره اوکی رو بزنید. حالا برید روی اون آیکون یوزر اون بالا سمت راست و از اون قسمت بعد شما میتونید بیاید و لاگ اوت بکنید. روی لاگ اوت بزنید و برمیگردید به این صفحه اصلی. یوزرنیمتون که ادمین باشه رو وارد میکنید و اون پسوردی که در نظر گرفته بودید رو وارد میکنید و همونجور که میبینید ما الان وارد کرافتی معمولی شدیم. اینجا یه پرسش نامه‌ای براتون در نظر گرفته. اگه دوست داشتید جواب بدین، اگر هم نه روی اون دکمه escape survey/done بزنید. حالا برگردید تو کازا OS و همین چیزها رو ببندید چون دیگه نیازشون نداریم. حالا وقتیه که بیایم و سرور ماینکرافتمون رو درست بکنیم. روی قسمت create new server بزنید و شما اینجا میتونید بین ورژن ماینکرافت جاوا و یا ماینکرافت بدراک یکی رو انتخاب بکنید و با توجه به نیازتون یک سرور درست بکنید. من میخوام الان یک سرور جاوا درست کنم. پس اول از همه تایپش رو انتخاب میکنم که ماینکرافت سرورزه و بعد هم ورژن وانیلا یا پیپرش رو انتخاب میکنم. اگر ماینکرافت معمولی میخواید وانیلا رو انتخاب کنید، اگر هم میخواید ماد و پلاگین نصب بکنید پیپر رو انتخاب بکنید. من الان میرم با وانیلا یک سرور ساده درست بکنم. بعد ورژنتون انتخاب کنید. من همیشه 1.21 رو استفاده میکنم چون ورژنی که نصب دادم و حالا وقتش که یک اسم به سرورتون بدین. این اسم میتونه هر چیزی باشه. بعد از اون پورتش رو دست نزنید ولی مقدار رمش رو تغییر بدین. اگر 16 گیگ رم داریم پیشنهاد من اینه که مینیمومش رو بذارید 3 و مکسیمومش رو بذارید 12. البته با توجه به مقدار رمی که دارید اینو باید برای خودتون تعیین بکنید. بعد روی دکمه بیلد سرور بزنید و بعد بزنید اوکی. و همونجوری که میبینید الان به نظرش اتفاقی نیفتاد. اما اینجا ببینید الان در قسمت اکشنز نوشته ایمپورتینگ و الان از سرورهای مایکروسافت داره چیزهای مورد نیاز برای نصب کردن سرور و راه اندازیش دانلود میشه. پس باید یک مقداری صبر بکنید. زمانی که ایمپورت تموم شد برید رو اسم سرورتون کلیک کنید و با این منو مواجه میشید. همونجور که میبینید سرور آفلاین هستش. پس دکمه استارت کلیک کنید و اینجا دکمه یس رو بزنید. یک مقدار طول میکشه تا سرور چانک‌ها رو جنریت بکنه و کارهای اولیه که لازمه رو انجام بده. حالا همونجور که میبینید preparing level world آماده شده و شما الان میتونید برید و اون ماینکرافت کلاینتی که استفاده میکنید رو باز بکنید و ماینکرافت رو اجرا بکنید. من خودم به شخص از لونار کلاینت استفاده میکنم ولی شما از هر چیز دیگه ای میتونید استفاده بکنید. ماینکرافت رو لانچ کنید و منتظر باشید. زمانی که ماینکرافت لود شد واردش بشید و برید توی قسمت مولتی پلیر. اینجا توجه داشته باشید که به همون شبکه وصل باشید که سرورتون بهش وصله. بعد روی دکمه اد سرور بزنید و اون آی پی همیشگی رو وارد کنید. برای من 192.168.1.100 و بعد دان رو بزنید و همونجور که می‌بینید بلافاصله یک سرور اینجا اضافه شده. این سرور ما هستش. حالا میتونید وارد سرور بشید و همونجور که میبینید با مدت زمان خیلی کمی ما الان باید وارد سرور میشیم و همونجور که میبینید سرعت لود چانک ها چندان جالب و جذاب نیست، اما به هر حال ما اینجا یک سرور داریم. توجه داشته باشید که مودمتون از اینترنت گیگابیت پشتیبانی بکنه تا سرعت لود بیشتری داشته باشید و در ادامه ویدیو هم که میخوایم یه دونه نس کوچیک درست کنیم سرعت انتقال فایل هاتون بالا باشه. حالا شما میتونید به راحتی ماینکرافت بازی کنید و با دوستاتون هم میتونید بازی کنید و برای بازی کردن با دوستاتون میتونید از پلتفرم هایی مثل DuckDNS یا playit.gg استفاده بکنید که من خودم playit.gg رو پیشنهاد میدم. اگر میخواید بدونید که چجوری میشه با دوستاتون بازی بکنید و این سرور رو پابلیک بکنید یک ایمیل به ایمیلی که در بایو چنل هست بزنید و بگید که میخواید این ویدیو رو داشته باشید و من این ویدیو رو برای شما ارسال میکنم. به خاطر اینکه نمیخوام ویدیو خیلی بیشتر از اینی که هست طولانی بشه وارد دیتیلش تو این ویدیو نمیشم، واسه همین در یک ویدیو جداگانه بهش خواهم پرداخت. اما حالا وقتشه که بریم سراغ مدیا سرورمون، چون که قرار بود یک مدیا سرور هم درست بکنیم. پس بریم سراغ مدیا سرور. وقتشه که بیایم و سرور مدیامون رو آماده بکنیم. دوباره وارد اپ استور بشید و اینجا میتونید از پلتفرم های مختلف استفاده بکنید. معروف ترین هاش پلکس
و جلی فین هستن. یک نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشید اینه که اگر میخواید از یک کارت گرافیک استفاده کنید و به قولن دیکود ویدیویی بهتری داشته باشید، اگر کارت گرافیکتون انویدیا هست، نسخه انویدیای اینها رو باید استفاده بکنید. من برای این ویدیو از پلکس استفاده میخوام بکنم چون باش تجربه دارم و قبلا ازش استفاده کردم. و همونجور که میبینید این پلکس، یه دونه این پلکس رو داریم و یه دونه هم این پلکس که با این پلکسی که عکس داره ما باید بریم و استفادهش بکنیم. حالا دوباره این رو میرید قسمت کاستوم اینستال، قبلش هم که بود همه چیزها، و هست شما دوباره باید تغییر بدیم. هستش رو اینجا پاک بکنید و همون چیزی که قبلش بود و کنترل زی و اینجا دوباره باید بنویسید /home و یوزرتون که حالا واسه من سروش هستش و این کار رو دوباره در این قسمت باید انجام بدین /home/سروش و اینجا برید و گزینه اینستال رو بزنید. البته قبلش هم اینم بگم که دوباره میتونید مموریش رو تنظیم بکنید. من اینجا مموری رو میذارم روی 8 و اینستال رو بزنید و منتظر باشید تا این دوباره نصب بشه. خب برای من الان این نصب خیلی طول نکشید و همونجور که میبینید پلکس دوباره نصب شد. پس روش کلیک کنید و همونجور که میبینید ما خیلی سریع وارد پلکس شدیم. پلکس یک چیزی مثلا نتفلیکسه، ولی نتفلیکس لوکال. همونجور که میبینید این الان خودش هم بهتون میگه که این روی آی پی این هستش و با پلکس کار نمیکنه. حالا باید اینجا یه اکانت درست بکنید. من با اپل ادامه میدم و اینجا ساین این میکنم و همونجور که میبینید ما وارد پلکس شدیم و میگه که پلکس چجوری کار میکنه. نوشته Plex Media Server runs on the computer where you keep your media، که این سرور ماه، یعنی که شما تمام فیلم ها، عکس ها، آهنگ ها، هر چیزی که دلتون میخواد رو میذارید روی سرور و از طریق هر دستگاهی که به این شبکه وصل باشه میتونید به اینها دسترسی پیدا کنید. اگه مثلا یک اسمارت تیوی دارید میتونید از طریق براوزرش به پلکستون دسترسی داشته باشید و آرشیو تمام فیلم ها و چیزهایی که گذاشتید رو توش داشته باشید. حالا میذاریم روی گاتیت و همونجور که میبینید اینجا یه چیزایی براتون داده، پولیه، اینا رو نمیخوایم چون ما خودمون داریم هست میکنیم و شما یه اسم میتونید بدید بهش. من اسمش رو برای خودمون میذارم مثلا مدیا و میزنم نکست. اینجا نوشته که allow to access my media outside my home. این رو هم حالا یک نگاه بهش میندازیم، یعنی شما بیرون از این شبکه فعلی هم بتونید بهش دسترسی داشته باشید. حالا اینجا باید یک لایبرری اضافه کنید و روی اد لایبرری بزنید و مثلا فیلمز، اسمش هم فیلمز و فلان و اینا و براوز میدیا فولدر. حالا اینجا ما دوباره باید بریم توی کازا او اس فایلز و توی قسمت دیتا ببینم میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم یا نه. توی قسمت مدیا مدیا فکر کنم خوب باشه و اد رو میزنید. حالا شما هر فیلمی که اینجا اضافه کنید میاد تو قسمت مدیا، یعنی فیلماتون میشه قسمت مدیا. برای موسیقیاتون میتونید یک پوشه دیگه انتخاب بکنید، یک پوشه دیگه باید انتخاب بکنید عملا و اونجا از اون قسمت مدیا یه مدیا داریم، اینجا یه مدیا تو قسمت هوم و تو قسمت هوم مثلا من میتونم یک پوشه دیگه درست بکنم، هوم به اسم نیو فولدر و اسمش مثلا میوزیک، سابمیت و از تو قسمت پلکس الان اگر برم توی هوم دوباره هوم
فکرم با خودمون دستی وارد کنیم /music و اد رو میزنیم اد لایبرری. حالا ما برای فیلم و موسیقیمون داریم، چیزهای دیگه هم همون اول کار میتونید اضافه بکنید، چیزهای دیگه هم بعدا البته میتونید اضافه کنید. بعد روی نکست میزنید و میزنید دان. حالا میگه که چه چیزایی میخواید باشه، چه چیزایی نمیخواید باشه. من دیسکاور رو بند میدارم، واچ لیست باشه، لایو تیوی هم حالا میذارم فعلا اول کار باشه و میزنم فینیش ستاپ. حالا خود پلکس یه سری چیزهایی که خودش اینجا آماده داره رو بهتون نشون میده، ولی خب برای اینا شما فکر میکنم نیاز به سابسکریپشن دارید اگر اشتباه نکنم. ولی توی این قسمت فیلمز میتونید ببینید لایبرری خودتون اینجا قرار داره. نه پخشم میکنه به به. و تو قسمت هومش هم اینا لایو تیوی ها هست و لایو تیوی ها رو میتونید ببینید. اینجا یه سری فیلم های دیگه داره، برای اینا فکر میکنم باید اشتراک بخرید در نهایت. ولی تو این قسمت هم میتونید بیاید و فیلم ها و موزیک های خودتون رو آپلود بکنید. الان من مثلا تو قسمت کازا او اس تو قسمت موزیک اگه برم و یک فایلی مثلا بریم تو قسمت مثلا همون موویز مدیا تو قسمت روت تو قسمت مدیا من همون ویدیوی قبلی چنل رو مثلا میتونم آپلود بکنم و زمانی که آپلود بشه اینجا به من میتونه نشون داده بشه و شما به همین راحتی واسه خودتون یک مدیای همجوری خونگی دارید. عملا میتونید از طریق تلویزیونتون بهش دسترسی پیدا کنید و اینجور چیزها. خیلی کارهای دیگه هم میشه با پلکس کرد، خیلی تخصصی میشه توش کار کرد. من حالا دوباره وارد جزئیات نمیشم که ویدیو طولانی نشه. تو یوتیوب انگلیسی کلی آموزش هست، میتونید نگاه بکنید، پیدا بکنید. در آینده هم حالا اگر موقعیتش بود شاید من بیشتر اومدم سراغ پلکس و فلان اینا. این ویدیو هم داده آپلود میشه و زمانی که آپلود بشه من میتونم توی قسمت فیلم هام ببینمش. اما گفتیم که میخوایم بیایم و یک دونه سرور عملا چی بود؟ یه دونه نصب کوچیک هم میخوایم برای خودمون درست بکنیم. حالا اون چجوری میتونیم انجام بدیم؟ این خیلی ساده و آسونه، هیچ چیزی لازم نیست نصب بکنید. کافیه برید تو قسمت فایلز، توی قسمت روت و دوباره تو قسمت هوم create upload or create و یه دونه فولدر جدید باز کنید به اسم مثلا share و اینجا تیک share رو بزنید و بزنید submit. حالا همونجور که میبینید از این قسمت این یه دونه علامت share روش اومده و اول stop sharing رو بزنید و دوباره شیر رو بزنید و همونجور که میبینید نوشته که برای مک و ویندوز از طریق چه آدرسی باید به این پوشه دسترسی پیدا بکنید. برای مک نوشته smb // فلان اینا. من اینو کپی میکنم. حالا اگر بریم توی فایندر و بریم توی قسمت نتورک میبینید که سرور اینجا شناخته شده و شما اگر وارد سرور بشید این پوشه شیر برای شما وجود داره و توی پوشه شیر میتونید فایلاتون رو بذارید. مثلا من همین ویدیو رو میتونم اینجا بذارم و به عنوان بکاپ ازش استفاده کنم. همونجور که میبینید آپلود کردن فایل یک مقداری کند خواهد بود چون من الان از یک روتر دامی بعضن دارم استفاده میکنم، اما اگر به یک روتر درست حسابی وصلش بکنید با سرعت آپلود بالا میتونید سرعت آپلود خوبی بگیرید و فایل هاتون رو با سرعت 1 گیگابیت هم انتقال بدید. همونجور که میبینید الان سرعتش بازم میگم خیلی جالب نیست و واسه یه فایل 3 گیگی 9 دقیقه زمان لازم داره. و این بود از کارهای بیسیکی که شما میتونید با یک سرور خونگی انجام بدید، با یک هوم سرور انجام بدید. اما صبر کنید، یک نکته رو من فراموش کردم، اون هم مصرف برق هست که الان یک نگاهی بهش میندازیم. من با استفاده از این دستگاه تصمیم گرفتم که بیام و مصرف برق این کامپیوتر رو در زمان بوت شدن و در زمان آیده حساب بکنم و در زمان بوت شدن همونجور که میبینید ما اعدادی بین 20 تا 40 دیدیم و در 1 ثانیه همونجور که الان میبینید
یکم مصرف برق ما به 41 وات افزایش پیدا کرد و دوباره خیلی سریع برگشت روی زیر 20 وات. در حالت آیدل هم سرور چیزی بین 6 تا 10 وات برق مصرف میکرد که خب واقعا باید بگم عدد خیلی خوب و قابل قبولیه. اگر خودتون دارید یک هوم سرور درست میکنید، هر عددی زیر 20 وات کاملا عادی و خوب هستش و هر چیزی زیر 30 وات قابل قبول هستش. اگر سرور شما در حالت آیدل بیشتر از 30 وات برق مصرف میکنه، یک جستجویی در گوگل بکنید و ببینید که آیا میتونید مصرف برقش رو از طریق سافتور کمتر کنید یا نه. اگر هم نه، یک جستجوی دیگه بکنید و ببینید که آیا پردازنده هایی با عملکرد مشابه و مصرف برق کمتر میتونید برای سرورتون پیدا کنید یا نه. حالا با دونستن همه اینا بریم که قسمت پایانی ویدیو رو با هم نگاه کنیم. در آینده من حتما دوباره میام سراغ این موضوع و ممکن در آینده هم پلتفرم های بهتری اومده باشه، قابلیت های بیشتری اومده باشه و اگر سوالی داشتید، پیشنهادی داشتید، حتما توی کامنت ها به من بگید یا اگر میخواید توی یک قسمت دیگه از هوم سرور ویدیو من آماده بکنم، اونم حتما تو قسمت کامنت ها بهم بگید. تلاش میکنم که آماده بکنم و این بود این ویدیو و قسمت دوم اون برنامه نوروزیه و قسمت سوم هم دوباره فردا آپلود میشه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و مثل همیشه تا درودی دیگر بدرود.